2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. حوصله‌ام سر رفت کسی هم نمیاد. چی کار میکنی ها؟ دارم بازی میکنم. چی بازی میکنی؟ وایسا منم بیام بازی کنم. باشه بیار. ببین اوکن میریم جایی که من انتخاب کردم. منو تعقیب کن. ببینم این سرباز تویی؟ همه اینجا سربازن. نمیبینی روش اسم نوشته؟ حواستو جمع کن. زود باش زود باش. راست میگی. تابه هم هست اونم بردار. بردار همشون به درد میخورن. بردار. ببین داره میاد. میدونی باید چی کار کنیم؟ باید خیلی سریع باشیم. ببین اونجا اون ماشینه هست. باید سوارش بشیم فرار کنیم. زود باش دیگه زود باش. نمیدونی که از کجا قراره بیاد. داره میاد. حلش کردم. عالی هستی قهرمانم. فقط نمیتونم راه برم. باید منو بلندم کنی. صبر کن الان میام دنبالت. اون ماشینه رو میبینی؟ همون که علامت سوال داره. باید سوار اون بشیم. سوارشو فرار کنیم. زود باش دیگه. نمیدونی که از کجا میان. چرا از اونجا میان؟ معذرت میخوام. خب باشه حلش کردم. باز شروع شد. چرا دارم میان؟ بازم حمله کردم. داری میبریم. تونستم. ای بله دمت گرم. عالی هستی. برو مرحله بعدی. باشه. چقدر خوب شد که اومدیم بچه ها. آره آبجی سلما ما هم خیلی خوشحال شدیم. آره مثل دوستا شدیم. درسته هم سن نیستیم ولی چرا مثل دوست نباشیم مگه نه؟ خب آره ولی مگه چقدر فاصله سنی داریم ها؟ اینجوری میپرسن آلپر. چیه مگه عزیزم؟ من توی همین سنم که دیده میشم. اون چیه فاتح؟ دنبال بازی بودیم هر دو رو با هم پیدا کردم. نهیر همیشه سومین بازی رو میاره. زود باشین این آتش خاله رو جمع کنیم بینم. یکم اوکی بازی کنیم. خیلی حال میده جونتو. میشه ما بازی نکنیم داداش فاتح؟ آره عمو فاطمه منم بلد نیستم متاسفانه. یعنی چی آلپری؟ واسه دروغ میگی تو اوکی بلد نیستی؟ این چه واکنشی بود فاتح؟ خب بچه گفت اوکی بلد نیستم بازی کنم. خب عزیزم یه جوان تو این سن و سال باز اوکی بازی کنه پس چی کار میکنه؟ آلپر خیلی خوب بیلیارد بازی میکنه داداش فاتح. باشه دختر عزیزم ولی ما میز بیلیارد و این چیزا نریم ما. داداش فاطح اصلا خودتو اذیت نکنی. بهت قول میدم اوکی رو یاد بگیرم. آره بهتره یک شنبه بیای پیشم و یه حکم مشتی با هم دیگه بزنیم. ای بابا آلپری نگو که حکمم بلد نیستی. متاسفانه. بچه رو راحت بذار فاتح. ولی عشقم این خیلی عجیبه. این هیچ بازی بلد نیست شونه تو. داداش فاطمه میگی حتما باید بازی کنیم دیگه نه؟ یه بازی هست به اسم من کیم اونو بازی میکنیم. خب
من و ملیسا توی خونه و کافه همیشه همینو بازی میکنیم. خب این بازی چجوریه؟ الان میگم. ببینید اسم کسی رو که میشناسیم رو کاغذ مینویسیم و میزنیم رو پیشونی طرف. بعد اونم با پرسیدن سوال از بقیه حدس میزنه که اسم کی نوشته شده تا وقتی که بفهمه. ولی کسی که جواب میده فقط باید با آره یا نه جواب بده. هر کس تو 1 دقیقه جواب داد برنده میشه. همینه. این که خیلی باحاله. که چی نیازه؟ بگو برم واسط بیارم شروع کنیم. باید کشی کنیم. کی با کی باشه؟ منو زن خوشگلم دیگه. تو با آلپه. نه اینجوری نمیشه. تو همسرتو خوب میشناسی، اینجوری حال نمیده. باشه پس من و داداش فاتح با همیم. خب شما دوتان با هم حله؟ باشه زنها در مقابل مردا. بیا بهشون نشون بدیم ملیسا. حل. داداش فاتح شریک. همینه. داخل کاغذ بود دیگه. فاتح اونا رو بیار. باشه عزیزم. بازی کردن خیلی دوست داره. زینب سرپرایز. باورم نمیشه. خوب شد که اومدی. خوش اومدی. چه سفره خوشگلی. خوش اومدی. وای کی این سفره رو درست کرده؟ کی؟ ما حاضری. بذار دارم نه، چشمو نه. باز میکنم. دارم باز میکنم. کن. ها خب شروع میکنم. آماده ای؟ 3 2 1 برو. زنم. آره زنم. زنده هم. آره. خب خوبه. بازیگرم. نه خب خوانندم. آره. خوبه. خوانندم. چیزه چجوری بهت بگم؟ مثلا نه. رپ میخونم. خب پس راک. نه. پاپ. آره پاپ. زنی که پاپ 30 ثانیه آخر. الان بهت میگم اون دختر اسمش چی بود؟ میتونی بگو. ایرم دریجی. درسته. ایول عالی بود. ای بابا واشی اینقدر آسون بود. سری گفت ایرم دیرجی و خلاص. خب گفتم دیگه. ای بابا یعنی چی؟ داداش فاتح اصلا خودتو نباز. خب بریم که بهتره کنیم ها. موافقی؟ حله دارم مینویسم. بنویس. بده. چشاتو ببند. بستم. بستی؟ آره خب چشاتو ببند نگاه آره نکنی. دیگه اینه ها. بیا بینم. آماده ای؟ آره آمادم. دارم میچسبونم. حله بهتم میاد. میتونی چشاتو وا کنی. باز کردم. فکر میکنیم. باشه 60 ثانیه فرصت داری. مردم. آره. خب مردم. بازیگرم. نو. خوانندم. آره. باشه خارجی هم. نو یعنی نه. خب پاپ میخونم. بازم نه. آرابسک. نزیه. اوه اینجوری نمیشه. نمره منفی میگیرین. تازه شروع کردیم که یکم اداره کنید. چی نوشتی همون فاتح؟ ای بابا. از خواننده های قدیمیه. آره دقیقا عزیزم. 20 ثانیه مونده. یه لحظه. عینک داره؟ نو. عینک هم نداره. سیبیل داره؟ یس. خب پس یکی از خواننده های قدیمی. آره خیلی آسونه. جونتو میتونی بگی. باشه داداش فاتح. عجب چیزی پرسیدی آخه. جونتو خیلی آسونه. به خدا آسونه. عجب خنگیه با 10 ثانیه یا آخره. زود باش. واسه چی نگاه میکنی؟ فهمیدم. فردین تایفون. اشتباهه. یعنی چی؟ سیبیل داشتی؟ ای تو اون روحت. یکی راجب آهنگ بگه و فوری میگم سلامی شاهین. آخه داداش فاتح من سلامی شاهین رو از کجا بشناسم؟ از تو چی میدونی؟ حکم و اوکی هم که بلد نیستی. پس چی تو؟ عجب اسکلیه این. باختین دیگه. حالا سر کله نزنیم ببینیم ما چطور بودیم. این حساب نیست اصلا. یه شانس دیگه بهمون بدید. نه دیگه. آبجی سلما میشه یه شانس دیگه بهمون بدید؟ خواهش میکنم. تو رو خدا. باشه یه شانس دیگه میدیم. حالا که اینقدر سخت بود یه چیز خیلی راحت تر بهشون بگیم. باشه دیگه چی؟ آره ولی یکی باشه که هر دوتون بشناسیم. باشه قبوله. باشه عمو فاتح. یخت سخته ولی خب باشه دیگه. ببینم چی کار میکنی عمو فاتح. باشه چشاتو ببند. بستم. زود باشی. خب ایول همینه. آره باز کن داداش. باز کن دیگه. میتونی باز کنی دیگه. باز کن. معروفم.
تقریبا آره. یس اور نو آره یا نه؟ باشه نه. وقتی معروف نیست از کجا بدونم خب کیه؟ ما میدونیم که تو میدونی و میشناسیش. خب اینم مرده؟ آره. لاغرم؟ نه لاغرم. نورمال داداش، نورمال دیگه. نورمال چیه؟ فقط بگو آره یا نه. بینم موهام کوتاه یا نه؟ نه. مو بلنده؟ آره. مو بلند و نورمال. بینم بلندم؟ نه داداش نه. مشکی هم؟ آره دیگه آره. خب زود باش دیگه داداش فاطمه، زود باش. کی میتونه باشه؟ کی دارم چیکار میکنم آلپری؟ دارم زود بزنم دیگه. جون مادرت. ورزشکارم تقریبا. آره شاید قبلا بودی. آره آلپر فقط آره یا نه. 5 ثانیه مونده. تایفون. فهمیدم حتما تایفونه. تایفون دیگه کیه؟ تموم شد، بازم باختین. داداش فاطمه تو رو خدا به هم بگو تایفون کیه؟ منم نمیدونم جون تو. وقتی گفتیم مرد مو بلند اون بزنم رسید دیگه. تایفون نیست. ببین کیه. گورکم. چطور میتونی نگی آخه؟ داداش آبرومونو بردی داغونمون کردی. ای والله بابا. دستتو در نکنه. غذا خیلی خوشمزه شده. نوش جونتون. خیلی خوشمزه شده. کاش شبتون رو به خاطر من خراب نمی‌کردی. نمیخواستم اذیتتون کنم به خدا. مامان جون چیزی برای اذیت شدن نیست، نگو تو رو خدا. اگه میدیدی توی بازار چجوری دارن بهم نگاه میکنن. همه بهم میگن بلا بدور. حالا بیا برای همه توضیح بده که من نمیدونم. جز شما 4 نفر کسی از مرزی من خبر نداشت که نمیدونم چطوری فهمیدن. کی خبر پخش شد؟ واقعا متعجبم. دخترا گفتم این اواخر اصلا حالش خوب نبودا. نگو خیلی مریض بوده، رنگش هم پریده بود. بمیرم الهی واسش، بمیرم الهی. یعنی چی؟ زینب مریض شده؟ یعنی تو خبر نداشتی؟ نه من اصلا خبر نداشتم. چند روز پیش توی راه دیدم رنگ به رخسارش نبود. آلپر میدونی آبجی زینب مریضه. حاضران و آبجی سلمام خبر ندارن. چجوری باید بگیم؟ ببینم چی شده. نمیدونم. حالا چه فرقی میکنه چجوری فهمیدن؟ یه جوری فهمیدن اتفاقی که افتاده کل شبو در این مورد حرف بزنی؟ حق داری. خوب شد اومدید. خوش اومدید بچه ها. میخوایم برای فستیوال جزیره رای گیری کنیم و ازتون کمک میخوام. باشه؟ قبول میکنید دیگه؟ آره؟ باشه ما هم برای فستیوال مشتری داریم. با کمال میل کمک میکنیم حتما. خیلی هم عالی. بیا تصمیم بگیریم چجوری باید مجازات بشیم. باشه؟ درسته. عزیزم میشه امروز مجازاتم نکنی؟ قربون مجازاتت. باشه مجازات نباشه بهش بگیم فداکاری. تو برای من فداکاری نمی کنی فاتح؟ من واسه خاطر عشق تو همه کار میکنم. ای فاتح. داداش فاتح به نظرت عشق چیه؟ به نظرم عشق یه چیز طبیعیه، چون یکم طبیعت حیواناتو میدونم. آره. داریم از عشق حرف میزنیم داداش فاطمه، چه ربطی به حیوان داره ها؟ بذار بگم که به حیوانام چه ربطی داره. اونا هم زوج میشن، ازدواج میکنن، ولی برای همسرشون هر کاری نمیکنن. این احساس فقط واسه انسان ها سره. عشق بین انسان ها فرق میکنه. الهی. یعنی آدم برای کسی که دوستش داره هر کاری میکنه، این نباید یه حد و مرزی داشته باشه؟ مثلا چی؟ چه میدونم عزیزم، ولی آدم نمیتونه هر کاری رو انجام بده. یعنی چی؟ مثلا اگه من فوراً به کلیه نیاز داشته باشم چی؟ خب تو به هم کلیه نمیدی؟ عزیزم اون خودش تو مرکز اهدای عضو هست، مردم میرن میبخشن، هر کسی هم که نیاز داشته باشه با بدنش هم سازگار باشه بهش میدن. پس یعنی به هم نمیدی؟ من همچین حرفی زدم عزیزم. ولی خب نگفتی میدم. ملیسا جون عزیزم، گروه خونی ما با هم متفاوته، یعنی بخوامم نمیتونم بهت بدم. هنوزم نمیگه میدم، داره بهونه میاره. آفرین عزیزم، یعنی اگر بخوامم نمیتونم، غیر ممکنه. واسه چی داریم در موردش بحث میکنیم آخه؟ اگرم بدی من قبول نمیکنم.
تو خیلی به احساسی رفتار میکنی. من رفتار میکنم؟ خب یعنی چه ربطی داره؟ باشه بچه ها کافیه. خب داشتیم بازی میکردیم، این حرفا کجا در اومد دیگه؟ نمیفهمم. حق با توی آبجی سلما، معذرت میخوام. با این وضعیت آبجی زینبم اصلا خوب نشد. گروه خونی تو چی بود؟ شاید اون یه لحظه زینب چه ربطی به این ماجرا داره ها؟ مووی باس. من برم یه چای بیارم. منم بهت کمک میکنم داداش. منم میام. فاتح بشین، شما هم بشینین. چه خبره؟ ها؟ خیلی چیز مهمی نیست. ما هم چیز زیادی نمیدونیم. شما از کجا میدونید؟ من چرا خبر ندارم؟ مریضی چقدر حاده؟ چه خبره؟ بهم بگین ها، چی شده؟ منم از بقیه شنیدم. میگرن داره و خب معده درد داره و از همین چیزا دیگه. ببخشید داداش فاتح. عزیزم، تو اینجور وضعیت ها به نزدیکان مریض چیزی نمیگن که هول نشن. یعنی خب میدونی بعضی هم دهن لقی کردن دیگه. مگه میشه؟ خواهر من مریضه و من خبر ندارم، ولی من تو بحث و بازی کل این قضیه ها رو میفهمم. خب یعنی چی؟ من خواهرشم، الان زنگ میزنم بهش. خب باشه، یهو زنگ نزن بهشون. یعنی چی یهو زنگ نزنم؟ ببینم چه بیماری داره که ازم مخفی کرده؟ آخه من باید بدونم. عشقم عزیزم، این وقت شب به مریض زنگ نمیزنن دیگه. تو فردا صبح صبر کن، میری و رو در رو حرف میزنی. آره باشه، ولی من دلیل اینو نمیفهمم. زینب خوبی عزیزم؟ خوبم. ببخشید حواسم پرت شده بود. نتونستیم با هم بودن شما رو تبریک بگیم، وقت نشد. مبارک باشه. ممنونم. خوشبخت باشید. همدیگه خیلی دوست داشته باشید. قدر زمان رو بدونید، نذارین از دستتون بره. این بزرگترین آرزویه که میتونم براتون بکنم عزیزان. راستی توی بچه دار شدن اصلا عجله نکنین. من هنوز مامان جون ما که عجله نداریم. نه زود مانعی هم برای ازدواجتون نمیبینم. خاله زینب، ما صبر میکنیم که تو خوب بشی، چون فقط اون موقع با خوشحالی عروسی میکنیم. من هم میخوام شما رو خوشحال و خوشبخت ببینم. مامان جون ما هم خوشحالیم. هر طور خودتون خوشحال باشین ما خودمون به موقعش ازدواج میکنیم دیگه. اینطوری نگو لطفا. باشه. راستش چون توی جزیره هیچی رو به راه نیست، نمیخوایم که الان ازدواج کنیم. شرکت ساختمانی که خونه جزیره رو میخره رو میگره. ملیسا و آلپرم به خاطر همین بی خونه موندن. خودتون که خبر داری. به نظر میاد کار رفته سخت‌تر میشه. متاسفانه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. دارم تحقیق میکنم یه سوتی ازشون پیدا کنم، ولی میترسم تا وقتی ما چیزی به دست بیاریم اونا کار خودشونو بکنن. میدونی که چی میگم؟ خب نمیشه ما اون سوتی رو بسازی؟ چجوری؟ نظرتون چیه یه پروژه دیگه روی خونه های جزیره پیدا کنیم ها؟ سنگ بزرگی. تا اون موقع نمیتونم برای ساخت هتل مجوز بگیرم، ولی همچین پروژه‌ای نیست آخه. ما هم دقیقاً میخوایم همینو مخفی کنیم. متوجه منظورتون نمیشم اصلا، ولی شما دنبال چی هستین؟ ما میگیم توی جزیره حرف بندازیم که همچین پروژه‌ای شروع شده و عکس و این چیزا رو منتشر کنیم. حتی اگه میشه توی روزنامه هم این خبر رو اعلام کنیم. چطوری میشه؟ این اطلاعات رو به شرکت برسونیم و ثبت کنیم ببینیم چی میشه. اینطوری شرکت فکر میکنه قراره ضرر کنه. هرچیو که خریدن به صاحب قبلی پس میدن. خب اگر لو بره که علکی بوده چی؟ انشالله که لو نمیره، چون چاره دیگه ای نداریم راستش. صادق برگم سلام. ببین این کیه ها؟ اوف شده. گربه نره به هم حمله کرد. اینجا برام خالکوبی کرده. ببین به همه جام حمله کردن، اینجام هست. به خیال اونشو گرگم، هر چی سریعتر باید نقشه رو عملی کنیم وگرنه این خونه خراب میشه رو سرمون. به خدا دیوانمون میکنیم. اون با من صادق جون، نگران نباش.
نقشه رو بسپر به من. نقشه چی اون وقت؟ موی گربه. موی گربه؟ همه گربه ها رو که فرستادی رفتن، دوباره گربه کجا پیدا کنیم؟ عزیزم نیازی نیست به گربه، نگران نباش عزیز دلم. زنه رو دیدی؟ تحمل اسم گربرم نداره، هی عطسه میکنه، زنه دیوونه میشه. خب آلرژیش عود میکنه دیگه. ما باید چیکار کنیم حالا؟ چیکار باید بکنیم؟ لباساشو میدزدیم و میزنیم به موی گربه، اونم دیوونه میشه و جزیره رو ترک میکنه سریع. پس همینجوری میکنیم گورکم، همین کاره رو بکنیم گورکم. فردا همینجا قرار بذاریم، منم چیزایی که دوست داره برمیدارم دهنی گربه میذارم، بعد گربه میاد حساسیت میگیره. صادق جون قلعه رو پس میگیریم، یعنی از داخل قلعه رو فتح میکنیم. پس فردا هم دیگه رو اینجا ببینیم. باشه میبینم. فعلا خدافظ. چاو خدافظ. Çift kuşları çıkar Seni yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce Sonra yazmayınca Harflerim nitelik Yan yatar kelimeler Cümleler devrik Susar bütün müzik Artık anla Bensiz olur ama Sensiz olmaz asla Çift kuşları çıkar Sen yağmurda gülünce Yaz erken gelir Buzullar erir Sen bana yürüyünce بله مادر بزرگ. ممنونم که یادت بود مادر بزرگ. میدونی که من دوست ندارم جشن بگیریم. با صاحب خونه ها حرف زدم. آره توی خونه با هم قرار داریم. ها مادر بزرگ راستی به حاضران نگو که تولد منه. یهو دیدی خواست جشن بگیره. نمیخوام دلشو بشکنم. باشه میبینمت. صادق کی اومدی؟ ها اومدم آبجی، باید زود برم سر کارم. با اجازه. چی شده؟ چرا اینقدر چاقتر شدی تو؟ نه آبجی چاق نشدم، باده. یعنی بادی بود و راهی داشت، مگه با کسی کاری داشت؟ برم یکم نوشابه گازدار بخورم، میدم درد میکنه. باشه وای وای. بیا دخترم. پس اینا کجا موندن؟ چرا نیومدن؟ عجلم دارم برم. میان. بیتو ما اومدیم عزیزم، اومدیم. از باغچه چیدیم، خیلی تازه است جون تو. کجا بودیم فاتح جون؟ میدونی که قراره بریم خونه زینب. باشه شما شروع کنین، منم اینا رو خورد میکنم و میام. عمو فاتح کمک میخواد؟ تو هم بشین، من خودم خورد میکنم. زود باش. جلدی اومدم. بشینیم بچه ها. ممنونم. منم میرم مصاحبه‌ای که داداش فاتح واسم جور کرده. تا مشتریا نرسیدن باید اونجا باشم. میدونی که امروز سرمون شلوغه، کار تموم شد زود بیا. اون قضیه؟ چی شده؟ قضیه چیه؟ چی از من مخفی میکنیم بعدم دوباره لو میره ها؟ نه چیزه، قراره واسه کافه وسیله بیارن، باید اونا رو جابجا کنیم. باشه. نوشی جونت. با همه صابخونه‌ها قرار گذاشتی پویراز؟ آره ولی فقط بعضیا قبول کردن، اما اگه همینا رو هم قانع کنیم واسه ما کافیه. به نظرت خونه خاله عالیه برای قرار خوبه یا دنبال جای دیگه ای باشیم؟ به نظرم نیازی نیست، چون مادر بزرگم هم خیلی دوست داره کمک کنه. همشون هم میشناسی. باشه.
پس کجاست این چاقالو؟ بوشو حس میکنی پسرم؟ آره بوش میاد یا نه؟ گرگم آوردی؟ آوردم. بیا بگی بیا توف کن پسر. بمال فدات شم. باشه دیگه بردار اینا رو ببر بذار دم گوشش باشه. نگران اگه تا یه ساعت دیگه از خونه فرار نکنه اسمم گرگم نیست. پیروزی نزدیک گرگم. آفرین به تو، آفرین کارمون تموم شد. بله مادر. من خوبم. تو چطوری؟ خوبی؟ ممنون مادر. نه برنامه‌ای نداری. باشه ممنون، میبینمه. صبح بخیر. صبح بخیر. اینا چی هن دیگه؟ کی فرستاده؟ همشه برای تو فرستادم. از طرف یکی دو نفر نیست. خیلی دوستت داریم خاله زینب جون. ملیسا و آلپر چقدر خوشگلن. ببینم این از طرف کیه. نقش بازی نکن، خیلی جلب توجه کردی. معلومه از طرف گورکمه. دیوونه، اونم میدونه. پس زینب تو قوی ترین زنی هستی که توی عمرم دیدم. هرچی زودتر خوب شد. برجیک عزیزم، چقدر خوشحال شدم. در از همشون میخواستم بیان خونه ببیننه، ولی من گفتم امروز میریم ازمی. اگه خواستی فردا دعوتشون کنی. باشه دعوت کنی. بوی خیلی خوبی دارن. صبحانه. وای مرسی. بیا عزیزم. سر صبحی کاری هست که انجام بدم؟ بسپارش. آره عزیزم، البته که منم خیلی دوست دارم ببینمت. کلی دلم برات تنگ شده. منم همینطور. گلی که بیشتر از همه دوست دارم لیلیوم. من لیلیومو خیلی دوست دارم. آخه عزیزم، برای اینکه بیاری سر قرارمون میپرسی. تو خیلی خوبی. باشه پس همون کارو میکنیم، هرچی تو بگی. ساعتشو با هم توی پیامک هماهنگ میکنیم. باشه، میبوسمت. بابای. بیاسی تو اینجا کی اومدی؟ آره داشتی با تلفن حرف میزدی. دوستت بود؟ یه جورایی. آره دوستم. فهمیدم. خب قرار گذاشتین؟ آره خب حرف زدیم که قرار بذاریم دیگه. ولی اگه تو یه برنامه دیگه ای داری میتونیم. نه به خاطر اون نگفتم، فقط کنجکاو شدم چون منم میخواستم با دوستم قرار بذارم، برای همین پرسیدم. نه اگه میخوای کنسلش میکنم، اصلا مشکلی نیست. خود دانی، ولی من نمیتونم قرارمو کنسل کنم، قول دادم عزیزم. باشه پس خوش باشی. باشه. سلما خوش اومدی. فهمیدی؟ آره، غیر از من همه میدونستن. مردم توی راه حال تو رو از من میپرسیدن. میفهمی؟ مگه من خواهر تو نیستم؟ آخه چرا باید از من مخفی بمونه؟ معلومه که خواهرمی، ولی من نمیخواستم تو ناراحت بشی، خسته بشی. اجازه بده اگه لازمه با هم دیگه ناراحت شیم. سال هاست که از هم جداییم. تو هم خونه منی، عزیزمی، خواهرمی. من همیشه کمبود تو رو توی دلم داشتم. درست وقتی که گفتی هم دیگه رو پیدا کردیم انگار داشتم خودمو گول میزدم. نه مگه میشه؟ تو خودتو گول نزدی. من فکر کردم اینجوری بهتره. نمیدونم، این به فکرم رسید. خب
من چی کار کنم؟ پس همچین چیزی به سرم اومد ازت مخفی نگه دارم؟ معلومه که نه. درستش اینجوریه؟ قطعا اینطور نیست. ببین من این همه وقت تنهایی از عهده هر کاری برآمدم، سعی کردم موفق شم، همه رو به تنهایی. اینم میخواستم همینطوری باشه. از وقتی اومدم جزیره خیلی عوض شدم، سعی میکنم هم که عوض شم، اما انتظار نداشته باش با این سرعت بتونم عوض شم. سلما خوش اومدی سلما. ممنونم. من تنهاتون بذارم؟ البته ما باید بریم. تا آماده ای؟ آره حاضری؟ آمادم. باشه پس من دیگه برم. ببخشید سلما، باید بریم ازمیر بیمارستان. سلما هم میدونه. ببخشید من نشد بپرسم حال چطوره؟ درمان چطور پیش میره؟ خوبه. آلی خانوم خدایش خوب به نظر خوبم. ممنون. انشالله هم که خوب باشین. حاضران شنیدم زینب خانوم مریضن، حالشون خیلی بده، درست عزیزم؟ حاضران مریضه؟ نه نگران نباشین، چیز مهمی نیست. ما اینجوری نشنیدیم که از داروخونه دارو گرفته، اون بهمون گفته. داروخونه چیه؟ نه وضعیتش بد نیست، نگران نباشید. عزیزم شما هم هر حرفی شنیدین جدی نگیرین. ببین منم نگران شدم، گفتم نکنه چیزی شده. خیلی خوب ما بریم سر نقشمون. بگذاریم پای راست. گفته بودی یه نقشه‌ای داری واسه پس گرفتن خونه ها. آره ما یه نقشه‌ای داریم، اگه کار خوب پیش بره همتون خونه هاتون رو میتونین پس بگیریم. خیلی تلاش کردیم، پرونده رو به وکیل دادیم، نشد. دیگه میخوایم چی کار کنیم؟ ما هم خیلی تلاش کردیم اما نشد. بی خودی داریم وقت میگذرونیم. خب گوش بدین تا نقشه رو بهتون بگم. نقشه اینه: ما عکس خونه های شما رو میگیریم، بعدش میگیم که این خونه ها و این منطقه محافظت شده است و توی پروژه دخیل شده و وقتی متوجه شدن این منطقه محافظت شده است و نمیتونن هتل درست کنن، پس میفهمن که نمیتونن سود کنن و سعی میکنن که بفروشنش. پسرم چطوری میخونم چین چیزی رو باور کنم؟ ببینید ما برای شنیده شدن این خبر هر کاری که لازمه انجام میدیم. برای این موضوع شما میتونین کمک کنین. دختر هر کاری لازمه انجام میدیم، فقط کافی خلاص بشیم. شما لطفا خوب بهمون توضیح بدین. پخش کردنش راحته، زنگ میزنم به برادرزاده و خواهرزادام تو استانبول و ازمیر. زینب حداقل بذار باها تا ازمیر بیام، میخوام پیشت باشم. نه نیازی نیست، به زحمت بیفتی، میریم زود برمیگردیم. بذار توی این مورد خودم تصمیم بگیرم. من میخوام پیش تو باشم. سلما امروز یه معاینه میشیم برمیگردیم، چیز مهم نیست که. اما بازم هر چیز زینب بگی. میخوای امروز من و سلما بریم تا همه کاراتو پشت گوش انداختی به اونا رسیدگی کن؟ هر چی تو بگی عزیزم. خوبه پس بیا بریم. باش بیا. صادق اومدی؟ اومدم آبجی. کی اومدی؟ من یه ساعت. صادق میگم بویی که من حس میکنم تو هم حس میکنی؟ والا آبجی بوی خیلی خوبی میاد. نه صادق اینجا رو بو برداشته، انگار بوی گربه هاست. پاشو باید نظافت کنی. پاشو صادق. آبجی گربه های جزیره ما مشهورن، همیشه همین بو رو میدن، خیلی هم خوشبوان. وای نه صادق من نمیتونم بمونم، من آلرژی دارم. تو رو خدا پاشو این مبلا رو باید برداریم، این بو بره. آبجی مگه میشه؟ من این مبلو خیلی دوست دارم، به خدا خیلی دوست دارم، نمیندازمش دور، امکان نداره. یعنی چی نمیندازمش دور صادق؟ میگم بوی گربه گرفته. ای بابا وای لباسای نازنینم. من از اینجا فرار میکنم، اینا میان میچسبن به من. وای خدا همه یه لباسام پر موی گربه شده صادقایی.
همشونو میندازم بیرون، همشون. باید آتش نشانی زنگ بزنیم صادق، زنگ بزنیم آتش نشانی بگیم همه یه وسایل رو داریم میریزیم بیرون، آتیش بزنیم بیاد خاموشش کنه. آبجی من نمیذارم دست به وسایلم بذاری، من دوستشون دارم آبجی، اینا رو ول کن خواهش میکنم. صادق میگم همه چی بو گرفتی، پاشو را بیاب تو را میندازم بیرون، پاشو به شهرداری زنگ میزنم میگم همه یه وسایل رو دارم میریزم بیرون، همه رو بیاین ببرین، نمیخوام چیزی باشه، نمیخوام بوی گربه به مشامم برسه. مگه میشه من اینا رو با سلیقه و دقت خریدم سوزان؟ تو رو خدا برو وسایل خودتو بریز دور، دست از سر خانه من بردار. اوف صادق، اوف غر 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 همه ای موقع منو میخوری. وقتی اولش که اومدم اینجا منم مثل آدمای اون شرکت بودم، یعنی فکر میکردم اگه اینجا مدرنیزه بشه برای جزیره هم خیلی خوبه. تا وقتی اینجا زندگی نکردی اینجا رو نمیشناسی، گفتن این که چی خوبه چی بده راستش خیلی راحته. الان منم خیلی ناراحتم که بخواد همچین تأسیساتی اینجا صورت چون دیگه تو هم یکی از ما هستی، تو هم اهل جزیره شدی. نه بابا، من اهل جزیره نیستم. حتی من بعضی وقتا دلم برای زندگی توی شهر خیلی تنگ میشه. بهتره بریم. آلپر چطوری پایراس؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم، چه خبر؟ ببینم کجا میری؟ داریم خونه‌هایی که شرکت برداشته رو نگاه میکنیم، داریم تحقیق میکنیم ببینیم میشه واسه پس گرفتنشون کاری کرد یا نه. ما هم به خاطر اونا بیخونه موندیم، ای کاش به درد بخوره. خب کاری از دستم برمیاد؟ نه، اگه چیزی شد حتما زنگ میزنه. باشه پس من میرم، با اجازتون. پایراس، تو شب با کی قرار گذاشتی؟ بانو، یکی از دوستای قدیمیمه. همون دوستی که دیروز باهاش قرار داشتی؟ آره، گفته بودم بهت، یادم رفته. میگم این دوست قدیمیت بانو دوست دیگه ای نداره احیانا؟ چرا شما همش با هم قرار میذارین؟ وایسا ببینم، نکنه تو به من حسودی میکنی؟ نه، چرا باید حسودی کنم؟ من نمیگم باهاش قرار نذار که، من فقط سوال کردم. ولی اگه بگی نرو دیدنش نمیرم. ولی نمیگم. باشه، خود دانی. سلام به دانش آموزای من که فرمول عشق حل کردن، دوتاشون هم خوب به نظر میرسی. گرکم خیلی ممنون، درسا خیلی به دردمون خورد. ببین دیگه خیلی خوشحالیم مگه نه؟ بیزی تو هم برو بیرون یکم بگرد. چرا؟ نمیدونم، به خاطر خودت میگم، بالاخره آب و هوا عوض میشه. نه همین جوری خوبم. بیزید جان برو بیرون دیگه. باشه میرم، میبینمت. فهمیدم که یه مشکلایی هست ها. ببین گرکم، با دوست پسرم هر کاری کردی پسش بگیر. گفتم فقط حرف بزنید، کاری کردی تو صورتم هم نگاه نمی‌کنی. پس گرفته نمیشه عزیزم، توی قراردادمون اینجوری نیست. خب من از کاری که کردم خیلی هم راضیم، دیگه مجبوری با این آدم زندگی کنی. ببین پیر مرد پرهاشیه، تو رو میگیرم میندازم توی یه مخزن تاریک، بعدش هم همه چی رو فراموش میکنم. برای همین هر کاری کردی درستش کن. یه فکری در موردش میکنم ملکه سیاهی، ولی قول نمیدم به دردت بخوره. گوشوارات خوشگله، تو هم گردنبندت خوشگله. چاو. خدافظ. بیا آلپر، بیا این مسئله تو رو حلش کنیم بره. عمو فاتح خیلی ازت ممنونم. اگه تو نبودی ما چی کار میکردیم؟ یعنی
اگه شما آبجی سلما نبودین چی کار میکردین؟ این چه حرفیه با؟ دوستان واسه همچین روزایی هن دیگه. به کارت فکر کن. ما که کاری نکردیم. یعنی تو زحمت میکشی و کار میکنی و پول در میاری، واسه اینکه خونه ما زندگی میکنی اجاره خونت هم میدی دیگه. آره درست میگی عمو فاتح، حق با توه. ولی ممکن بود هیچ کدوم از اینا پیش نیاد و ما بتونیم این وسط. حالا قراره چه مشکلی پیش بیاد ها؟ شما وقتی که با هم باشید از پس هر کاری برمیاد. این یه جنگ زندگی کردن. خب پس من در مورد اتفاقات دیشب یه چیزی بپرسم ازت. میگم نکنه من دیشب اون موضوع رو بدجوری باز کردم. کدوم موضوع نفهمم؟ موضوع عشق دیگه. یعنی این که آدم برای کسی که دوستش داره هر کاری میکنه، اون موضوع میگه. بینم الان اگه من نظرمو بگم ناراحت نمیشی که ها؟ نه عمو فاتح این حرفا چیه؟ بگو گوش میکنم. باشه پس خب ببین، این موضوع اونطوری که فکر میکنی نی. خانوما با حسشون حرکت میکنن، یعنی احساسشون اولویت داره. تو دیروز بعد موقع حرف زدی. مشکل اصلی همینه. پس اون موقع من با عجله جواب بعد موقع دادم. دقیقا همینه. اگه ولش میکردی ملیسا خودش به این نتیجه میرسه دیگه. اون با احساساتش جلو میره. درسته. پس من حرف اشتباهی نزدم، فقط یکم زود واکنش نشون دادم. درسته؟ ایزن دقیقا همینه. اوکی داداش، حرف زدن باهات خیلی خوبه ولی من یکم دیرم شده. توی کافه هم یکم کار داریم. کار ما یکم سخته. آره به دوستم زنگ بزنیم، کار تو رو حل میکنه. آره من از کارهایی که قبلا کردم من براشون گفتم، همه رو گفتم. اگه برات زحمتی نیست تو هم بگو. حل با الان زنگ میزنم. کار تو درست میکنه عزیزم. امروز قراره خیلی خسته شی. از دایم تاکسیشو خواستم ولی یه جوری رفتار کرد انگار جونشو خواستی. خودشو زد به مردن. داداش صادقم عجب آدمیه. اگه به دردش بخوری هر کاری بخوای برات انجام میده. ولی خب دیگه قبل از اینکه عرقش خوش بشه. چه عرق خوش شدنی، حتی سایش هم 2 قدم عقب‌تر میاد. تو دایما بهتر از من میشناسی. آره خب برای شناختن داداش صادق نیازی نیست تلاش زیادی داشته باشی. چقدر خوش شانسی که همچین جایی به دنیا اومدی. آره اون جایی که تو ازش اومدی دریا داشت ولی دیدنش زیاد ممکن نبود. چرا؟ خب آدم همش کار داره. بعدش هم اطراف دریا رو خونه‌های شیک ساختن، فقط میتونی بوش رو استشمام کنی. آدم میخواد به طبیعت نزدیک شه ولی اینجوری هر چقدر نزدیک میشه دور میشه. بهترش اینه به طبیعت کار نداشته باشی. آره میخوام یه دل سیر عکس بگیرم. نگیر دیگه. بعدش هم مگه قرار نیست همش اینجا باشی؟ برای چی انقدر عکس میگیری؟ این به مامانم بستگی داره. دیروز که اولین قدمو برای مستقل شدن برداشتی. بعضی وقتا میترسم ولی اون ترسم خوبه برام. هرچی سنت بره بالا کارهای هیجانی تری دلت میخواد. آره خب ولی قرار نیست همیشه بچه خوبی باشم. ای بابا، یکم پیش 80% بود شارژشا. کی تموم شد؟ من این باتری رو تازه خریدم. باشه دیگه، ما که قراره خیلی بیایم اینجا. خب پس باشه. زود باش بیا بریم. آفرین بیزید، آفرین، کارت خیلی خوب بود. ولی یه ضربه آخر مونده. وقتی اون کارو بکنی میونت با بریچیک عالی میشه، خیلی خوب میشه. واقعا گورکم؟ امیدوارم. خب ضربه آخر چیه؟ زود بهت نشون میدم. خب ضربه آخر اینه. بریچیک وقتی این زنو ببینه حسابش خورد میشه و میچسبه به تو. این کیه؟ اون آدمیه که شب باش میری سر قرار. نمیشه گورکم، این دیگه خیلی زیاده رویه. اگه ولم کنه چی؟ اون موقع چی کار کنم؟ نه من منصرف شدم. بشین سر جات. گفتم بشین. تا وقتی من نگم تموم شده تموم نمیشه، فهمیدی یا نه؟ الان برای این که تو عشق و جنگو ببری باید خیلی جسور باشی، متوجهی؟ پس بشین. بریچیک واقعا قرار نیست که اونو ببینه. این کارو میکنی، شماره منو به اسم اون بانو سیو میکنی. خب
خب منم این عکس رو برات میفرستم، کافیه فقط کاری کنی که وقتی زنگ میزنم بیرجیک ببینه. باشه الان خوب شد، قبوله. باشه پس من رفتم. باشه برو ادامه بده ببینم چی کار میکنی. میبینمت از دست تو. میدونی توی زمانای قدیم اینجا جنگای زیادی رخ میداده. بعضیا می جنگیدن، بعضی هم شعر می نوشتن. خب این سنگا چیه؟ این سنگا و ستونا طبق گفته مردم برای تئاترای اون زمان ازشون استفاده می کردن و صحنه سازی می کردن. راستش خیلی باورم نشد. منم همینطور. اون یکی داستان چیه؟ به خدا از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. بازم به همون سر بزنید. روزتون بخیر باشه. خداحافظ. بیرجیک. بیازید جون چی شده؟ دوست سابق دوستای جدیدی پیدا کرده اره؟ نه یکم کار داره، یکم بعد خودش زنگ میزنه. ارائه شده توسط وبسایت مووی باس. ببین داره زنگ میزنه. این دیگه کیه؟ بانو. الو بانو جان. خب چی کار کنیم؟ برنامه چیه؟ باشه همدیگر رو میبینیم. باشه عزیزم. الو ببین من دوست دختره بیازیدم. معلومه بهت نگفته دوست دختر داره، ولی الان که فهمیدی قرار امشبتون دیگه کنسله. الو قطع کرد. زشت شد اینجوری. تو چی داری میگی؟ بذار من یه پیام بهش بدم. بیازید چی کار داری میکنی؟ باشه آروم باش. باشه شماره ناشناس زنگ میزنه. الو حاضران خانم، دیروز حرف زده بودیم. من از شرکت لیویول باهاتون تماس گرفتم در مورد کارتون تو سوئیس. تصمیمتون رو گرفتین یا نه؟ من هنوز نتونستم تصمیم بگیرم. میشه یکم بعد باهاتون تماس بگیرم؟ پویراز میشه یه دقیقه صبر کنی؟ اونطور که تو فکر میکنی نیست، لطفاً وایسا. حاضران من نمیخوام حرفای تو رو گوش کنم. تو تصمیم گرفتی که تو شهر زندگی کنی. نه یعنی آره، خب دلم تنگ شده تو شهر زندگی کنم، ولی این همچین چیزی نیست اصلا. این یعنی پیشنهاد کاری بود. کی میخواستی بهم بگی؟ منتظره یه وقت مناسب بودم. وقتش که میرسید بهت میگفتم. باشه برای ما زمان مناسب وجود نداره. ما داریم ازدواج میکنیم. متوجهی؟ هنوزم داری از زندگی سوئیس به من میگی؟ خب یعنی نمیتونی بهش فکر کنی؟ خب شاید خوشمون اومد یه مدتی هم تو سوئیس زندگی کردیم. وقتی با همیم چه اهمیتی داره کجا زندگی کنیم؟ خب فکر میکنیم اگه مناسب بود میریم، اگه نبودم نمیریم، منصرف میشیم. چی میشه مگه؟ حاضران من و تو قبلا این کارا رو نکردیم. ببین کاری کردی باور کنم نمیری. منم باور داشتم. پویراز اصلا همچین چیزی نیست. من همینطوری یه مدت فریلنس کار میکنم. بعدش که 3-4 ماه برای آموزش باید برم. بعدش هم ببینیم که چی میشه دیگه. پویراز ببین این فرصت بزرگه، نباید از دستش بدیم. تو رو خدا گوش بده دیگه. خب بعدش چی؟ چون میدونی که واسه چند ماه نمیمونی دلت میخواد بمونی اونجا. ببین پویراز اصلا اینطوری نیست. بعدش هم من برای درمان مامانم کلینیکای اونجا رو بررسی کردم. خوب درمان میکنن اونجا. خیلی خوب تو تصمیمتو گرفتی، پس نیازی به من نیست. پویراز ببین الان در موردش حرف نزنیم، آروم بشیم بعدن، چون من نمیخوام دعوا کنم. دوتامونم وقتی با هم حرف بزنیم که بتونیم در مورد آیندهمون تصمیم درستی بگیریم. باشه؟ من دیگه نمیدونم باید چه فکری کنم. اون یکی داستان در مورد عشق است. طبق این افسانه زوجا برای اینکه عشقشون رو امتحان کنن می اومدن اینجا به هم پشت میکردن و شروع میکردن به راه رفتن تو جهتهای مختلف. ولی الان راههای اینجا مثل قدیم نیست. از اینجا برای رسیدن به تئاتر قدیمی یه راه مارپیچی بوده. وقتی از اون راه میگذشتن و به تئاتر قدیمی میرسیدن عشقشونو جاودانه میکردن. تو پایان جشنواره هم وقتی که گلا توی گلزار شکوفه میکردن اون موقع این آیینو انجام میدادن. اون راه مارپیچ هنوزم هست؟ نه ولی هنوزم راهاش پیچیده است. پس چرا امتحانش نمی کنی؟ برای چی امتحان کنیم؟ خیلی چرته. بعدشم ما حتی عاشق هم نیستیم. قبلا با کسی امتحان کردی؟ نه.
پس راهی که باید بریم و تو هم کامل بلد نیستی. پیدا میکنیم. خب چی میشه؟ پس به عنوان کسی که تازه اومده به جزیره میخوام باید مسابقه بدم. اگه جای تو بودم از اون راه هم میترسیدم. اگه جای تو بودم از این میترسیدم که بعد از کسی که با جزیره غریب است به اونجا برسم. باشه، شروع کنیم. آلپر، اونایی که تو سینی هستن رو هرچی شما امر کنین ملکه ایمن. ملیسا، این قیافه واسه چیه؟ تو رو خدا یکم بخند دیگه. من الان سر کارم آلپر. اینجا با عقل و منطق کار میکنم. چرا لبخند بزنم؟ ملیسا عزیزم معذرت میخوام، میدونم دیشب ناراحتت کردم، ولی به خدا من قصد بدی نداشتم. باور کن یه لحظه بدون اینکه فکر کنم یه چیزی گفتم، ولی خب بعدش که فکر کردم فهمیدم موضوع تویی. فهمیدم که تصمیم دیگه ای میگیرم. باشه منم چون تو رو کامل نشناختم ناراحت شدم، ولی خوب شد که نظرتو فهمیدم. اگه یه روز لازم شد بهت میگم. ملیسا این فقط یه نظر بود عزیزم، یهو از دهنم در رفت، ولی بعدش وقتی فهمیدم موضوع تویی همه ی حرفام بی‌معنی شد برام. ملیسا یکم سعی کن منو درک کنی، من مدام دارم برات توضیح میدم. باشه، این دفعه این موضوع تمومش میکنم. باشه زود باشی، عالمه کار داریم. منو به حرف گرفتی. آها، حالا که حرف از کار شد قرار کاریم عالی بود، دستم وفات درد نکنه. من اونو یادم رفته بود، چرا نگفتی؟ عزیزم فرصت نشد دیگه، ببین این همه کار یادمون رفت. بگو چی شد؟ من با صاحب اونجا حرف زدم، گفت این کارو حل شده فرض کن. بعدشم به مدیر سابق اونجا زنگ زدم، به هم گفت چون همسرم کاری واسش پیش اومده میرم، وگرنه اینجا خیلی خوشحالم. گفت اگه به اونجا عادت کنی هم خیلی لذت میبری هم خوب پول در میاری. وای آلپر، خیلی خوشحال شدم. اما چجوری میتونیم کارای آبجی سلما و داداش فاتحو جبران کنیم آخه؟ فکر کنم برای اونام یه فکری کردم. زود باش رئیس، بریم سر کار. گورکم رفت اون طرف عزیزم، من مجسمشم. ببین من اصلا حالم خوب نیست. مگه بهت نگفتم هر کاری با بیازید کردی درستش کن؟ زنی که دوستش رو دیدی؟ تو اصلا میدونی چی کار کردی؟ نمیدونم بهش چی گفتی، ولی اون احمق این وضعیت رو خیلی جدی گرفته. ما به خاطر تو از هم جدا شدیم. نه بابا دیگه چی؟ شما نمیتونید از هم جدا شید، همچین چیزی نیست. روشهای من اصلا ناموفق نمیشه. زود اونو پیدا میکنی، همو بغل میکنین و آشتی میکنی. اصلا اینطوری نیست. بغل. اون زن بانو رو تو پیدا کردی؟ این بود روشی که میگفتی؟ زن خوشگلیه مگه نه؟ صادق از اون خوشگل تره. نه بابا. نکنه یکی داره حسودیش میشه. اینجا یه حسی داره داد میزنه، میگه حسودی کردم. کارت تمومه گرکم. تازه کارمو شروع میکنم. انرژیمو خوب کردی. آره همه چی خوب میشه. خواهر این چیه واقعا؟ آبجی چی میگی؟ من چی نمیفهمم. آبجی من نمیفهمم چی میگه، قربونت بگردم. دو کلمه است. حرف اول. آبجی من این کارا رو نمی کنم. تو رو خدا اون دهن در بیار ببینم چی میگه. خوبه خونه بوی گن میده، چی کار کنم؟ آبجی
تو که اینجاها رو زیر و رو کردی. معماری داخلی اینجا تجربه چندین ساله خود به خود منظم شده بود، ایتالیا آمده بود، ولی تو زدی همه رو یه کاری کردی. عوض میکنم. همه چی میتونه عوض بشه صادق. اگه دست من بهش بخوره عوض میشه. ببین 2 روزه چجوری طورم عوض میکنه. واقعا خیلی ممنونم. منم عوض کردی. ببین سایزم چقدر کوچیک شده. آبجی قربونت برم، مزخرف نگو. یه عالمه کار دارم. من میرم رنگ بخرم. یکی از اونجا دونر میفروشه، پیش اون رنگ آوردم. من میرم رنگا رو بگیرم. بای. هیچ جا نمیری یا؟ کار رنگو ول کن. الان داریم تمیزکاری میکنیم. اگه رنگ بیاد نمیتونیم تمیزکاری بکنیم. اول میمونی کارتو انجام بدی. خواهرجان این کار من نیست که. آره خب مگه میشه این کار تو باشه؟ کار زنه. آره مگه شما مردا میتونید کار خونه انجام بدید؟ شماها فقط بلدید بخورید و بخوابید و بگردید. من زود باش. یا خواهرجان بگو من چی کار باید بکنیم؟ اول از همه اینو از این وسط بردار، مثل قارچ سبز شده. زود باش. باشه گذاشتم آبجی. تموم شد. چی میگی؟ این کجا مونده؟ اوکان این کجاست؟ اوکان صدای منو میشنوی؟ حالا میخواست قبل من برسه اینجا. اوکان کجایی تو؟ یعنی چی؟ اوکان صدای منو میشنوی؟ های راز مادر بزرگ، من زوربا رو میبرم ساحل یکم بگردونمش. تو خوبی پسرم؟ آره خوبم. چطور مگه؟ پسرم تو رو من بزرگ کردم. بهتر از هر کسی میفهمم که ای حوصله نداری. اینو یادم رفته بود. ببین امروز تولدته. برای خونه آدما بدو میکنی. الانم که تنهایی. دوستات یادشون نبود مگه نه؟ نه مادر بزرگ، من از جشن گرفتن خوشم نمیاد. عادیه که یادشون نمیاد. اینجوری میگی ولی مشخص اینطور ناراحت کرد. پسرم اگه حرف دلتو نزنی اینطورو خیلی خسته میکنه. بعدش دردی تو دلته انقدر بزرگ میشه که حتی نمیتونی حدس بزن. به منم نخوای بگی حداقل به یکی بگو و حرف بزن. ممنون مادر بزرگ. هر شر یه خیری توشه پسرم. همیشه از جهت خوبش فکر کن. باشه ممنون. یکم دیگه زوربا رو میارم. باشه پسر. بیا. این پسر کجا مونداخه؟ الو داداش صادق. بله نهی. داداش اوکان گم شده. یعنی چی؟ نمیدونم کجا گم شده. من اگه میدونستم که از تو نمیپرسیدم. با هم دیگه اومده بودیم به همون منطقه تئاتر قدیمی، ولی الان نمیدونم چی کار کرده، کجا رفته. کی رفته؟ فکر کنم یه ساعتی شده باشه. باشه تو اطراف باش، من الان میام. باشه خیلی خوب. باشه داداش. اوکان کجا موندی تو اوکان؟ بیازید به نظرم بهتره دیگه این بازی رو تمومش کنی. آخش بیرجیک، من خیلی خسته شدم، هم از این وضعیتمون هم از این که از گورکم چیزی یاد بگیرم. خوشگلم ببین به خدا من گناهی ندارم. من هر کاری کردم به خاطر این بوده که دوستت دارم. باشه منم میدونم که یکم بزرگش کردم، ولی نباید بزنی زیر حرف تا باشه. نه اصلا مگه میشه بزنم زیرش؟ کلن اون حرفمو هم عوض میکنم. عاشق به عشقش اعتماد میکنه. ببین اینجوری چقدر خوبه.
بیرجیک، خیلی دوستت دارم. منم خیلی دوستت دارم. اوکن این چه حال و روزیه هان؟ اگه نمی اومدیم اینجا رو پیدا می کردمش. با خودت چی کار کردی؟ این چه حال و روزیه؟ تو گفته بودی وقتی همه چی کامل بشه گلا باز میشن. اینم از گلا. به خدا که خیلی جسوری. هیچ کس تا حالا جرأت نکرده بود بهم گل بده. همش به خاطر همین بود. آره، رفتم تو باغچه یکی دو تا از این گلا رو بکنم. نگو که رفتی تو باغچه مراد. همون مرادی که تفنگ داره، سگ داره و چششم خوب نمیبینه. آره همون. وقتی سگ حمله کرد بهم باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه. اگه با تفنگ میزده چی؟ ولی خب نزد. خدا رو شکر. حالا روزتو ببین. الان داداش صادقینا میان تو رو با این وضعیت نبینن. بیا بریم حداقل لباساتو عوض کنیم. زود باش را بیفت دیگه. پسرم، پسر قشنگم، پسر زنده مامان، خوبم، چیزی نیست. تو زنده؟ به خدا خوبم، چیزی نیست مامان، خوبم. ببین خوبم، نگاه کن همه چیم سالمه. چه کن چه کن. یه دختر به چه روزی افتاده، مثل یه آهوی سرگردان شدی تو این جزیره. آی دختر ببین منو، از جون پسر من چی میخوای ها؟ منو ببین. باید از پسر من دور بمونی وگرنه بلایی به سرت میارم. بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. با جاروی خیس اینقدر ماساژت میدم که اون موهات از اینی که از فرتر بشه. مامان خیلی زشت آخه. من با خواسته خودم اومدم اینجا، برای همین این بلا سرم اومد. آروم باش دیگه. پسرم تو اگه از من جدا نمیشدی این بلاها سرت نمیومد، فهمیدی؟ حالا اشکالی نداره دیگه، جوونی کردی، ولی از این به بعد به حرف مادرت باید گوش بدی. میریم خونه جدیدمون. باشه عزیزم. چی؟ خونه جدیدمون؟ خونه جدیدتون؟ بابا اونجا خونه منه، سند دارم. بابا نمی‌کنی؟ بیا مامان جان بیا بریم. باشه مامان بیا بریم دیگه. بهش توجه نکن. اینقدر این داییت منو این چند روز فرستاده دارم گیر میکنم از دست. من حلش میکنم. یکم دیوانه بازی در میاره. ولی داره توهین میکنه دیگه. داداش صادق نگاه کن. میدونم عصبانی هستی، ولی فکر کردم و یه تصمیمی گرفتم. میخوام اینو رو در رو بهت بگم. یه ساعت دیگه فیندالیک باش. اگه اتفاقی به گوشم نمیرسید به منم نمیگفت که میخواست بره زوربا. ما بازم اینجا تنهایی، اما این دفعه دیگه مانعش نمیشم. ممنون حاضران. به لطف تو یه بهونه دیگه هم دارم تا تولدم و جشن نگیرم. چیزی که تو اسمیر به اون بزرگی پیدا نکردیم اینجا باید حتما پیداش کنیم. اسمیر به اون بزرگی که میگی تو بنغازه رفتیم اومدیم دیگه، وقت نکردیم که بگذاریم. ولی به نظر من از اینجا پیداش میکنیم. زینب فکر کنم تو یکم سردت شده ها، شب تب نکنی عزیزم. نه دیگه اینقدر بزرگش نکن، دلم شیرینی میخواد. اینجا بشینیم یه جای شیرینی بخوریم، دلم حواس شیرینی کرده. نه تو نمیتونی چیزای شیرین بخوری. من توی خونه وسایل ارگانیک طبیعی درست میکنم و شما اونا رو میخوری. تو اون برنامه رژیمو بده به من برنامه غذایی برات مینویسم، اونو بسپار به من. با من مثل بچه‌ها رفتار نکن سلما. پس مثل بچه‌ها رفتار نکن. چیکار میکنی؟ همش میخوای دنبال من بیای؟ بعد 40 سال دلم خواست. خب دیگه چیکار کنم؟ ببین من زینب، اگه تو اینجوری لجبازی کنی خیلی بیشتر از اینا گوش نمیمونی. آی مثل مامانم گفتی، مثل بچه ها ترسیدم. خوبه که هستی.
مامان کوچولوی من. عزیزم این دیگه از کجا در اومد؟ هیچی، همینطور دلم خواست بگم. امروز رفتیم بیمارستان ولی با تو بودن حال منو خیلی بهتر کرد. منم همینطور. این که از دکتر شنیدم حالت بهتره خیالم راحت تر شد. دیگه هیچی از من پنهان نکن باشه زینب. قول میدم. بریم اینو پیدا کنیم. بریم. باشه. دارن میان. اومدن. به نظر منم دارن میان. تولد واقعا همتون میدونستین مادر بزرگ؟ همه اینا کار توه؟ آره خب یکم کمک گرفتم دیگه. خب اونی که زنگ زد چی بود پس؟ الو؟ هنوز در مورد کار تو سوئیس تصمیم نگرفتیم. خب نمیخوای فوت کنی؟ این اولین تولد توه، اولین آرزوی تولدته. خوب انتخاب کن باشه. یه دقیقه سب کن. وایسا این چاقو رو بده من. ببین چاقو نمیباره. صادق باید 15 لیر بدی. قاتل بهترین لحظات اومد. الان وقتشه صادق. خیلی خب باشه بیا بگیر. باشه تو ببر. تو واسه خودت یه تیکه ببر. باشه خودم میبرم. چی کاری کردم؟ تو اینا رو از کجا پیدا کردی؟ واسه هر سنت یه عکس، برای همه یه تولدت یه دونه. عصبانی نشدی که مگه نه؟ اگه میدونستم میخوای واسم تولد بگیری قطعا نمیخواستم، اما الان که فهمیدم قرار نیست بری اصلا نمیتونم عصبانی بشم. گرگم جان نخند. نه کیکی نمونده که ای بابا. مامانم خیلی دوست داره به خدا. کیک دیگه تموم شده، برای بقیه هم نمونده. ببین کیکه داره میگه اگه منو بخوری میترکی. صادق خان میترکی به خدا. کیکه گفت من میخواستم نخورم، میخواستم بدم خواهرم بخوره. آخه الان یهویی شد خواهره. دروغ نگو صادق ها، تو رو خدا دروغ نگو دیگه. باشه شوخی کردم، میخواستم بخورم. دروغ گو. خوشت اومد؟ تو درست کردی؟ خیلی خوشمزه شدی. آبجی زینب خیلی خوشحالیم که میبینیم حالت خوبه. عزیز دلم ممنونم. منم از در اون گل خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشگل بودم. ببین زینب جون، من از سنگ شفایی دستبند خیلی خوشگل برات درست کردم. اونو میندازی به دست دیگه هم در نمیاری. باشه عاشقتم. اینجا چه خبر شده ها؟ زن بیچاره رو راحت بذارید ببینم. از گفتن خوبم خسته شد. بیرجیک تعریف کن. یالا بگو ببینم. یالا بگو. زود باش یالا بگو. چیو؟ همه چیو؟ مثلا اولین دعواتونو. نه دعواتونو ولش کن، باید لذت ببریم. اولین اشک، اولین غیبت، اولین نگاه ها خیلی جذابه نه؟ زود باش بریز بیرون. زود باش. راستش اولین که من به آبجی سلما گفتم نظرت چیه ما یه مدت گورکمو نبینیم.
منم گفتم خیلی فکر خوبی کردیم ملیسا جون. گفتم شاید یکم از غیبت دور بمونیم و دست از سرمون برداریم. خیلی بامزه بود به خدا. بعداً میاد پیشم گریه کنید دیگه. ای بابا گرگم. اینو بده به من. نخند دختر، نخند ببینم. چه خانواده خوبی داری. همشون خیلی دوست دارم. یک دقیقه میشه به حرفای من گوش بدین. من به خاطر همه این تدارکات و جشن ازتون ممنونم. این اولین تولد منه، اولین جشن تولدیه که تو عمرم میگیرم. قبلا دلم نمیخواست جشن بگیرم چون که نمیخواستم تو شروع زندگی که کسایی که دوستشون داشتم و ازم گرفت خوشحال باشم. اما الان میبینم که مثل این عکس‌ها شما شاهد همه ی لحظه های من بودین. جزئی از من شدین و آرزو دارم همیشه اینطوری بمونی. و حاضران، تو همه ی امید آینده منی. خوبه که تو زندگی منی. خیلی دوست دارم. پای راست پسرم، با اجازت من دیگه برم باشه؟ مادر بزرگ صبر کن، من میرسونمه. ممنونم پسرم، تولدت مبارک باشه. ایشالا عمر با عزتی داشته باشی پسر خوبم. پسر عزیزم. حاضران، کاری که من سالها نتونستم و تو انجام دادی. زخمای پسرم و بستی. دیگه خیالم راحت، اونو میسپارم به تو. نگران نباشین، مثل ششا مواظب بشم. ممنونم دخترم، من رفتم. خداحافظ. تولدت مبارک. ممنون. میبینمت. تبریک میگم عزیزای دلم. ممنون جناب فرمانده. ممنونم. با اجازه. پایراز تولدت مبارک. ممنون دلخوش. به خاطر همه چی ممنونم. تولدت مبارک باشه. ممنون. همه رفتن. فکر کنم برای این رفتن که ما رو تنها بذاره. حاضران، ازت ممنونم. نه فعلا تشکر نکن چون هدیه‌تو نگرفتی. چشماتو ببند. یالا ببند دیگه. ببین زیر چشمی هم نگاه نمی کنی باشه؟ چشماتو باز نمی کنی. ببند. یکم برگرد. باز نکنی و صبر کن الان میام. باشه. باز نکن. میتونی باز کنی. حاضرم. تو اینو درستش کردی؟ من درست کردم. خیلی خوشگل شده. دست درد نکنه. اینا عکسایی نیست که من انداختم. از کجا پیداشون کردی؟ خب ما هم رازایی داریم دیگه. به اون لحظه‌ای که به این عکس‌ها انداختی فکر میکنم عشقم. اون چشماتو میبینم که میخواد زمان رو نگه داره و همه زیبایی رو بیاره تو این عکس. وقتی تو خوشحالی کنار لبت، اون خط کوچیکم اونجاست. میدونم. حاضران،
دست درد نکنه. نه بازم تشکر نکن، چون که هنوز تموم نشده. یعنی چی؟ اینو نگاه نکردی که؟ این سورپرایز بود؟ آره سورپرایز دیگه. حاضران بازم میخوای منو بترسونی؟ نه، میخوام همه شهرهایی که دوست دارم و با تو بگردم. باشه. خب کی میریم؟ تاریخ نزده. چون که اینا برای ماه عسلمونه. خب یعنی زمانش نزدیکه، از دست نمیدی. خب فکر نمی کنم به این زودی باشه، اما خب ما از الان میتونیم رویا بافی کنیم. نه به نظرم این فصل از دست ندی. نه اونجا تو هر فصل قشنگه. خب پس تصورش میکنم. تو وقتی شمو فوت کردی چی آرزو کردی؟ میخوای بگم؟ Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.